چرا یوبیسافت دیگه رو سری بازی پرنس آف پرشیا کار نمیکنه؟ فرانچایز بازی پرنس آف پرشیا یکی از خاطرانگیزترین مجموعه تاریخ بازی‌های ویدیوییه، اما چرا یوبیسافت زمانی با این سری درخشید تصمیم گرفت که روی این بازی کار نکنه؟ داخل این ویدیو قراره به دلایل مختلف بپردازیم. امروز بریم در مورد بازی پرنس آف پرشیا د لاست کراون حرف بزنیم، یعنی آخرین سری که یوبیسافت از این بازی داده بیرون و به نظر من یکی از بهترین سریایی بود که تا حالا از بازی پرنس آف پرشیا یوبیسافت داده بود بیرون. البته این نظر خودمه. داخل این ویدیو قراره حرف بزنیم در مورد اینکه چرا یوبیسافت از بازی پرنس آف پرشیا قرار نیست دیگه بازی بده بیرون. این خبر من چند وقت پیش از یوبیسافت شنیدم. متاسفانه بازی که یکی از بهترین بازیایی بود تو این چند سال اخیر یوبیسافت داده بود بیرون. تمام بازیش چرت و پرت بود، خیلی نمره‌های بدی داشت، ولی خب این بازی خیلی خوب بود، هرچند فروش خیلی بالایی نداشت. فروش خیلی خوبی داشت ولی اونقدی نبود که یوبیسافت بخواد دوباره از این بازی نسخه‌ای بده بیرون. ولی چند وقته من نمیدونم چرا یوبیسافت تصمیمای خیلی چرت و پرت میگیره. این چند روز پیشم کارکناش اعتصاب کردن. آره دیگه، بریم برای ویدیو. ظهور سری بازی اساسنز کرید یکی از دلایل اصلی کنار گذاشتن بازی پرنس آف پرشیا با افزودن ویژگی‌های جدید مثل جهان باز بودن و آزادی عمل بیشتر به سرعت جایگاه خودش رو پیدا کرده. رقابت با عناوین مشابه داخل دنیای بازی‌های ویدیویی امروزی، فرانچایز مثل گاد آف وار جایگاه مشابهی به بازی پرنس آف پرشیا دارن. این بازی‌ها با روایت قوی، گیم پلی مدرن و گرافیک خیلی خوب مخاطبای زیادی رو جذب کردن. شاید یوبیسافت به خاطر این حس کرده که رقابت با چنین عناوینی ریسک خیلی بزرگیه. نیاز به نوآوری در گیم پلی سری بازی پرنس آف پرشیا بیشتر بر دویدن روی دیوارا یا پازل‌های مبارزه‌های ساده تمرکز داره. این مکانیزم در زمانه خودش خیلی خوب بوده، اما امروزه نیاز به نوآوری داره. یوبیسافت تعداد زیادی پروژه همزمان رو دست داره، اما بازی مثل اساسنز کرید شادو گرفته تا پروژه‌های آنلاین سرویس محور. با این حجم از پروژه‌ها ممکنه که منابع کافی برای توسعه پرنس آف پرشیا در نظر گرفته نشه. شکست مالی گذشته یوبیسافت در گذشته با چند پروژه ناموفق مالی مثل سری بازی پرنس آف پرشیا د لاست کراون ضرر خیلی زیادی رو تجربه کرده. این تجربه باعث شده که شرکت در انتخاب پروژه‌های جدید خیلی محتاط‌تر عمل کنه. تمرکز بر بازی‌های جدید یکی از اولویت‌های یوبیسافت گسترش حضور در بازارهای جدیده. این بازی‌های آنلاین چند نفره در این بازار محبوب ترن و ساخت یکی از بازی‌های داستانی مثل پرنس آف پرشیا ممکنه که برای یوبیسافت خوب نباشه. تمرکز روی محتوای سرویس محور مدل درآمدزایی بازار سرویس محور مثل بازی فورتنایت بسیار سودآورتره تا بازی‌های داستانی. این مدل در پایه به‌روزرسانی مداوم، فروش آیتم‌های درون بازی و جذب بازیکنان برای مدت طولانی طراحی شده. در مقابل بازی‌های داستانی تک نفره مثل پرنس آف پرشیا چنین مدل درآمدزایی نداره و ممکنه از نظر تجاری برای یوبیسافت جذاب نباشه. مشکلات مالی و حقوقی گرچه یوبیسافت صاحب حقوق سری پرنس آف پرشیا این عنوان در ابتدا توسط جردن خلق شده. گاهی اوقات مسائل حقوقی و قراردادهای متمانع مانع مسیر توسعه پروژه جدید میشه. رقابت داخلی تیم‌های یوبیسافت تیم‌های مختلفی داخل سراسر جهان داره که روی پروژه‌های متنوع کار میکنن. برخی نسخه‌های اخیر مثل بازی پرنس آف پرشیا د لاست کراون نتونسته که انتظار بازیکنان منتقدا رو برآورده کنه. این حرفیه که یوبیسافت داره به ما میزنه. این موضوع باعث شده که یوبیسافت اعتماد خودش به فرانچایز بازی پرنس آف پرشیا دست بده و ریسک تولید اونو نپذیره. این تمام چیزایی بود که یوبیسافت تو این چند وقت اخیر میگفته و به نظرم کاملا چرت و پرت. تا ویدیوی بعد بدرود.